یو تاجیکستان. آقا خیلی خوش اومدین به کانال محفل دوتاش و خواهرای گلم. این دفعه اومدین سر وقت تاجیکستان، این دفعه ولی نه موزیک، این دفعه دوباره پارت دوم دانستنی و حقیقت‌های کشور تاجیکستان. این دفعه 10 مورده، احتمالاً اینجوری که 10 مورد از چی میگن حقیقت‌های مهم تاجیکستان، 10 تا مورد جذاب از حقیقت‌های تاجیکستان اینجا تو این ویدیو جمع شده و قراره با هم دیگه اینو ببینیم و بهش ریاکت بریم و ببینیم که چه جوریاست کشور تاجیکستان. اونجوری که من اصلا چی میگن اصلا توقع نداشتم، یعنی یه دونه حالت دانستنی‌ها که از کشور تاجیکستان رفتم اصلا انتظار همچین چی میگن کشوری رو نداشتم واقعا. حالا از ته دلم بخوام بگم یعنی اینجوری بودم که خیلی خفن بود، خیلی پیشرفته و خیلی بروز و واقعا تو ذهنم همچین چیزی نبود. و چقدر مردمان با عشق، چقدر به من لطف داشتن، چقدر کامنت‌های محبت آمیزی واسه من می‌نویسن و اصلا واقعا چی میگم خیلی به من انرژی میدین. واسه همین مثلا من روزی 3 تا یا 4 تا ویدیو فقط تاجیکستان دارم میذارم و این انرژی شما رو میرسونه به من، این لطف شما رو میرسونه به من که اینقدر به من لطف داشتین. و قراره بازم بیشتر کشور تاجیکستان بریم، از کشور افغانستان میریم و قراره کلی به من اضافه میشه. میدونی چی میگم؟ من قبل از این یوتیوب اصلا چیزی نمیدونستم واقعا، یعنی مطالعه‌ای نداشتم، کلی سطحم اومده بالا، یعنی مطالعه‌ام رفته بالا بعد از این ویدیوها که آپلود کردم. و اینکه دم شما گرم که استقبال میکنید و این روند همینجوری ادامه داره. آقا سر وقت ویدیو امروزمون 10 مورد از کشور تاجیکستان که نمیدونستیم. کنجکاو شدین ببینید که چه جوریاست، بریم با هم دیگه ببینیم. قبل از که شروع کنیم لایک و کامنت استا بچه یادتون نره. بریم واسه 2000 تا شدم. بریم. تاجیکستان یکی از کشورهای زیبا در آسیای میانه است. سفر به تاجیکستان شگفت‌انگیز است و روز به روز آسان‌تر می‌شود. چقدر خوشگله این صحنه خدا. در اینجا 10 موردی که شما درباره تاجیکستان نمی‌دانید آورده شده است. اوکی. شماره 1. تاجیکستان برخی از بلندترین کوههای جهان از جمله رشته‌های پامیر. برخی نفکر کنم کل کوههای بلند جهان داخل تاجیکستانه. اون چیزی که من دیدم همش میگفت اینجا بلندترین کوه دنیاست. این اصلا عجیب. و آلای را در خود جای داده است. 93% تاجیکستان کوهستانی است و ارتفاعات آن تا 24589 93% کوهستانی فوت متغیر است. تقریباً 50% قلمرو تاجیکستان بالای 10,000 فوت است. چقدر قشنگه این صحنه. شماره 2. غذای ملی تاجیکستان پلو است. غذای متشکل از برنج که گاهی با ادویه، گوشت و سبزیجات پخته می شود و همچنان چای سبز من هنوز نهارم نخورم، گشنمم. نوشیدنی ملی آنجا است. چی بود؟ چاییه؟ و همچنان چای سبز نوشیدنی ملی آنجا است. چای سبز. شماره 3. زبان رسمی تاجیکستان تاجیکی است، در حالی که به زبان روسی در تجارت و برای اهداف دولتی بسیار صحبت می شود. آره اصلا کامنت ها همش روسیه واسه من. بچه اگه میتونید انگلیسی واسه من چیز کنید، بگین کامنت کنید و اینکه از VPN خوب استفاده کنید، یعنی چون که روسی اگه شما کنید تحریمه و این خورده مشکل ساز میکنه و اینکه حتما از VPN خوب استفاده کنید و کامنت انگلیسی بزنید که منم متوجه بشم. شماره 4. بازار مرکزی دوشنبه قطب اصلی تجارت در شهر است. در کنار تمام میوه‌ها و سبزیجات معمول، میوه خشک و سایر تنقلات را نیز در آن خواهید یافت. میوه خشک خیلی خوبه، قبول داریم. میوه خشکی که بهترین است. شماره 5. دوشنبه دومین میله بیرق بلند جهان را دارد. جدی؟ چقدر خفن بود این فکت، اینو نمیدونستم. میله بیرق در پارک رودکی که در سال 2011 به عنوان بلندترین میله بیرق جهان با 165 متر برپا شد، با هزینه‌های بسیار زیادی به عنوان نمایشگر شهر تبدیل شد. خیلی بلنده، خیلی بلنده. اون ساختمونه اونجوریه، این میله واو. اما این موضوع مدت زیادی طول نکشید. فقط 3 سال بعد قطب بیرق جده که 5 متر بلندتر است در عربستان سعودی تکمیل شد. 5 متر. شماره 6. در تاجیکستان حدود 1450 دریاچه وجود دارد.
درست مانند کوه‌ها، دریاچه‌های تاجیکستان نیز بخش جدایی ناپذیر از طبیعت این کشور است. 1450 تا دریاچه. بزرگترین دریاچه تاجیکستان کاراکل است در شمال شرقی کشور و با وای این صحنه رو تو ببین آخه. فکر کنم 30 تا دریاچه فقط همینجاست الان. چه صحنه‌ایه وای. ارتفاع 3914 متر از سطح دریا واقع شده است. محبوب ترین و زیباترین دریاچه تاجیکستان اسکندرکل است. اسکندرکل. یه دونه بود آمو دریا اگه اشتباه نکنم ها. آمو یه چیزی بود آمو بود. اون خیلی اسم اون خیلی دوست داشتم. شماره 7. در تاجیکستان بیشتر زنانی را مشاهده می‌کنید که دارای یک بند مو هستند. استانداردهای زیبایی از فرهنگی به فرهنگ یعنی چی یک بند مو؟ دیگر متفاوت است. در تاجیکستان بیشتر زنانی را مشاهده می‌کنید که دارای یک بند مو هستند. یونی براوز در این کشور بسیار جذاب شناخته می‌شود و دخترانی که ابروهای جداگانه دارند اغلب آنها را برای ایجاد توهم رنگ می‌کنند. متوجه نشدم یعنی چی یک بند مو؟ یعنی چی؟ یعنی یک بند انگشت مو، یعنی موهاشون بلند نیست؟ و این ابروی چی بود؟ یونی براوز در این کشور بسیار جذاب شناخته می‌شود. یعنی مو ابروی پیوندی جذابه ها؟ و دخترانی که ابروهای جداگانه دارند اغلب آنها را برای ایجاد توهم رنگ می‌کنند. شماره 8. تاجیکستان دومین سد بلند جهان را در خود جای داده است. سد نورک 300 متر در رودخانه وخش در تاجیکستان واقع شده و برای تولید برق آبی ساخته شده است. این سد تا سال 2013 بلندترین سد جهان بود. تازه بلندترین سد هم بوده 2013 که چین پس از ایجاد سد جیمپینگ 305 متر این عنوان را به دست آورد. دیگه چینه دیگه آجی، چین لامصب. شماره 9. خوجند دومین شهر بزرگ تاجیکستان است. در چه خفنه این. اطراف پنجشنبه بازار با شور و بازار رو نگاه. قدم بزنید و فرهنگ محلی را تجربه کنید. فراموش نکنید که برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد هزاران سال تاریخی که خوجند شاهد آن است، از موزه‌های تاریخی منطقه سغد دیدن کنید. وای چقدر خفنه این. شماره 10. کوههای پامیر. این پناهگاه ماجراجویی بابا مگه میشه؟ نگاه صحنه کن. است. دور بودن، تجربیات فرهنگی و مناظر باور نکردنی مردم را از هر گوشه و کنار برای بازدید از کوههای پامیر در این کشور جذب می‌کند. کوههای پامیر. رشته کوه هندوکش و کاراکوم پامیر است یا فلات که گاهی اوقات با چه مجسمه اونجا یا سقف جهان نامیده می شود. فلات همان پامیر است. پارک ملی پامیر 18% از کل اندازه تاجیکستان را پوشش می دهد. در سال 2013 این پارک توسط یونسکو با عنوان میراث جهانی اعلام شد. تموم شده داره؟ آیا از تاجیکستان دیدن کرده اید؟ نکرده ایم. دمتون گرم. اینم از کانال اسرار ما پلی دادیم و اینکه دم کانال اسرار گرم و اینکه با چیز همش بزرگترین سد دنیا، بلندترین کوه دنیا، فوق العاده زیبا و اینکه بچه تاجیکی عشقن. دمتون گرم بچه، دم شما گرم که تا اینتای ویدیو با هم بودین. همچنین لایک و کامنت حسابیتون نره. ویدیو و موزیکای پیشنهادیتون حتما داخل کامنت واسه من بنویسین. بهتر میشه اگه لینک موزیک یا لینک ویدیو رو واسم کامنت کنین، اینجوری خیلی خفن‌تر میشه و اینکه دسترسی خیلی سریعتر دارم و اینکه دمتون گرم بچه‌ها. مراقب خودتون باشین تا ویدیوهای دیگه. فعلا.